مرکز نوتأسیس خودکاری دورکانی در ساحه نقلیات شهری بخطر از دوره آغاز فعالیت خود در اشکار قاعده ویرانکنی‌ها و در حفظ ترتیبات جمعیتی تاثیر جدی رسانیده ایستاده است. از جمله از طرف این مرکز صبح روز 9 نوامبر صدمه‌ای که در چهارراه نزد مرکز سودای صدبرگ به عمل می‌آید به نوار گرفته شد. چنانکه که بیننده مشاهده می‌نماید از طرف خیابان رودکی автомاشین تمغه موسی زیر دارای راننده حکمت فضل‌الدین دیده و دانسته چراغک را سر گذاشته و автомاشین تمغه اوپل زیر دارای شهروند علی نایف محمد صفا که در راه خود حرکت دارد برمیخورد. این برخورد نیز خیلی با شدت بوده، حتی یکی از مسافران автомاشین اوپل به بیرون افتاده قریب زیر چرخی آن میماند. مسافری دیگر باشد با پیاده شدن از نقلیات موازنت خود را با گرفتن ضرر گم کرده به زمین میافتد. اینجا با خبری فوری شهرکی بخطر باشد کارمندان میلیسیا به جای حادثه آمده به ضرر دیدگان کمک میرسانند. نسبت دلیل مذکور کارهای تفتیشاتی ادامه دارد. اینچنین از طرف کامراهای مشاهدوی یک گروه جوانان در باغ رودکی هنگام دخالانه و بی‌ادبانه ویران نمودن حفظ ترتیبات جمعیتی به نوار گرفته میشوند. این جوانان دیده و دانسته به راهگذران حتی اهمیت نداده به کارهای نامطلوب و بداخلاقانه دست میزنند که نسبت آنها برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی پروتکل‌های ماموری ترتیب داده شده و جوابگری ماموری جلب کرده شدند. هر یک شهروند برای رعایت حتمی قانون‌های جاری کشور بخصوص قاعده‌های حرکت در راه و ترتیبات جمعیتی جوابگو بوده باید مسئولیت را در نزد قرض شهروندی خود درک نماید.